برنامه دریچه سلام بر شما، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید قربان. خودتون معرفی میکنید؟ باقری هستم از شیراز. آقای باقری از شیراز، بفرمایید قربان. ببخشید، سوره مائده آیه 6 بله، آیه گفتن 6. که چجوری وضو بگیریم. بله. شما بله. گفتین پاها رو باید بشوریم. خب بله، من نگفتم، قرآن کریم ولی میفرماید. داخل قرآن کریم میفرماید اونم پاتون میدونم بشورید. اینجا شما بله قرآن میگه ومسحوا، یعنی مسح کنید. قرآن میگه بشورید. من توضیح میدم مختصرا در این باب ان شاء الله. دستون در. قرآن میگه بشورید. چشم ان شاء الله. برادرانی که برها پاشون رو نمیشورن، من اینو ان شاء الله از قرآن ثابت خواهم کرد. بحث قرآنیشو من الان مطرح میکنم که چرا برادر عزیزمون آقای باقری که فرمودن در سوره مائده آیه 6 فرموده که الله متعال مسح کنید. نه برادرم، فرموده بشورید. آن ان شاء الله به توضیح میدم. اما عزیزانی که به هر حال پاشون رو نمیشستن تا به حال و به هر حال بدون شستن وضو میگرفتن، به هر حال از این به بعد تا الان اگر نمیدونستن، از این به بعد دیگه هیچ عذری باقی نمیمونه که انسان وقتی که بدونه که باید شسته بشه و امیدواریم که الله تعالی به هر حال معاف بکنه و به هر حال برداشتی که از اون عزیزانی که نمیدونستن، آن چیزی که انسان نمیدونسته، اون رو ما از الله تعالی امیدواریم که انسان رو به خاطر اون مؤاخذه نکنه و اجر پاداشون رو انسان به انسان بده. اما وقت از اینکه بعد از اینکه اتمام حجت شد دیگه هیچ دلیلی باقی نمیمونه. برادر عزیزی که فرمودید برادر وضو میگیرن و میان و قبل از اینکه وضو بگیرن احساس میکنن که قطره ادراری خارج میشه، به این مریضی اسمش رو میذارن سلسله البول. یعنی کسی که به هر حال مشکل کلیه داره و مشکل مجاری ادرار داره و نمیتونه کنترل بکنه، این افراد اگر انقدر مشکل حاد هست که بین به اندازه حتی چند رکعت نماز هم نمیتونه وضوی خودش رو نگه بداره، وضو بگیره و بره نمازش رو بخونه. با همون حالت هم ولو این که مشکلی پیش بیاد نمازش رو بخونه، اما برای هر نماز باید وضو بگیره. و در حالی که ما بر حالت عادی نیاز نیست که برای هر نماز وضو بگیریم. شما میتونید یک بار وضو بگیرید و با همین وضو تا وقتی که نواقض وضو حاصل نشده میتونید با چندین نماز رو پشت سر هم با یک وضو بخونید. اما برای افرادی که این موارد خاص رو دارن، اینها فقط همون یک نماز رو میتونن بخونن، برای هر نمازی باید وضو بگیرن. در ترتیب وضو، ترتیب رو در بحث ترتیب در وضو، آنچه که در قرآن کریم هم ذکر شده ترتیب همین گونه هست و سنت رسول صلی الله علیه و سلم هم همین گونه هست. برخی از فقها نظرشون اینه که وضو ترتیب واجب هست، اما ان شاء الله که اگر کسی ترتیب رو در وضو هم احیانا، یعنی نباید عمدن انسان بدونه که ترتیب این هست و عمدن بخواد مخالفت بکنه که خب مشکل ساز میشه، اصلا تو مشکل اعتقادی پیدا میکنه. اما اگر ترتیب جابجا هم شد ان شاء الله که وضوء اون طرف کامل است. احیانا انسان حواسش نیست، بدون که مثلا صورتش رو بشوره، اول دستش رو میشوره تا آرنج و پاش میشه، ببینید صورت رو نشسته، صورتش رو بشوره ان شاء الله که مشکلی نداره. اما عمدن یقینا اشکال داره. اگر عمدن کسی اینو بکنه که اصلا مشکل اعتقادی هم پیدا میکنه، عمدن مخالفت با سنت رسول صلی الله علیه و سلم. برادر دیگه اون که فرمودن کتاب ها، درسته که در برخی از مناطق اهل سنت سی دی ها و کتابایی هست که آموزش وضو داده شده، اما دسترسی مشکل حقیقتا برادر عزیز به همه خواهران و برادرانی که در شهرستان ها و شهرهای بزرگ زندگی میکنن به این کتاب ها. و ما ان شاء الله این رو با سعی میکنیم که در تلویزیون با برنامه‌های آموزش وضو و نماز به صورت تصویری ان شاء الله بینندگان رو بی‌نیاز بکنیم از همچین مواردی و سفر به جاهای دیگه برای تهیه سی دی و کتاب ها. در موضوع خواهرمون فرمودن که مسح سر رو متوجه نشده. من یک بار دیگه این رو توضیح میدم که ما اول نیت میکنیم، بعد بسم الله میگیم، بعد دست ها رو میشوریم 3 بار و تا مچ میشوریم. بعد از اینکه شستیم آب در دهان میکنیم، دهانمون رو 3 بار میشوریم. بهترینه که غلغله بکنیم، یعنی قشنگ تمیزش کنیم دهان رو. 3 بار همین کار با بینی انجام میدیم، بینیمون رو تمیز میکنیم و بعد از اون صورتمون رو 3 بار میشوریم. بعد از اینکه صورت رو 3 بار شستیم، دست رو از ابتدای دست تا پایین کلا 3 بار میشوریم، از بالا به پایین آب میریزیم و همچنین دست چپ رو میشوریم. بعد سر رو مس میکنیم. مس کردن سر
برای مردها، خب برای خانم‌ها و کسایی که موهای بلند دارن شاید کمی کار مشکل‌تر باشه. سوالی هم که ایشون پرسیدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه انجام میدادن، دستشون رو خرس میکردن، اینجوری انگشتار میگرفتن لب هم میگذاشتن روی سر. همینطوری نیازی نیست که شما کلا بچسبونید به پوست سر و فشار بدید از عقب بکشید جلو، نه، همین که مس بشه، فقط یک دستی کشیده بشه روی مو دوباره برمیگرده، همینقدر کافیه. و اینکه حالا شاید خواهری مثلا موهای بلندی داره، نیازی نیست که تمام مو مس بشه و همین قسمتی که روی سر هست همین کشیده بشه دوباره برگرده. هیچ هم الزامی نیست که با شدت حتما بچسبه به سر، حتما تمام مو بشکنه یا نه، فقط همین مس سر بشه، همین مس بشه کافی است. زیاد حساسیت به خرج ندید در این موارد، حساسیت به خرج ندید، همین که سر مس شد کافیه، یعنی برای صحت وضو همینقدر کافیه. من گفتم پیامبر اینجوری انجام میدادن، هر چی اینقدر ما نزدیک‌تر بشیم ما آنچه که پیامبر انجام داده زیباتره. اما همین که مس سر برای یک دستم کسی مسش اینجوری سرش اینجوری مس بکنه کافیه، یعنی برای مس وضو کافیه. یک مورد دیگه اینه که بعد از مس سر چیکار می‌کنیم؟ مورد گوش رو هم من الان احساس می‌کنم که نگفتم این رو، اما گوش رو هم مس می‌کنیم. این انگشت رو داخل گوش می‌گذاریم، این انگشت رو داخل گوش، با این انگشت پشت گوش رو اینطور پشت گوش رو میکشیم و داخل گوش رو هم یک دستی میکشیم اگه گرد و غبار چیزاش تمیز بشه. هر دو تا گوش رو همزمان، من تو این گوشم گوشی هست نمیتونم انگشتم بکنم داخلش، و این رو انجام میدیم. بعد پاهامون رو میشوریم و دلیل این که چرا پا رو میشوریم، من این رو احمد جان اگر اجازه بدید، من برادر عزیزمون فرمودن آیه 6 سوره مبارکه مائده. بله، در آیه 6 سوره مبارکه مائده الله متعال درباره وضو صحبت می‌فرماید. من این رو توضیح بدم بعد بریم یک مختصری از موضوع استنجا رو هم بگیم که قبل از وضو چی از حکمش و چی کار باید کرد. در آیه 6 سوره مبارکه مائده این گونه میخونیم که یا ایها الذین آمنوا، من مختصرا فقط توضیح میدم این رو، ای کسانی که ایمان آوردید اذا قمتم، هنگامی که بلند شدید، الی الصلاة، به سوی نماز، فغسلوا، پس بشورید، وجوهکم، صورتتون رو، و ایدیکم، و دستهای خودتون رو، الی المرافق، تا آرنج، تا همون جایی که من اشاره کردم. بعد وامسحوا، و مسح کنید، به رؤوسکم، به سرهایتان، و ارجلکم الی الکعبین، و همچنین پاهایتان را تا کعبین، یعنی دو تا قوزک. الان مسئله روی این کلمه ارجلکم هست، بله، مسئله سر این هست. ما ببینید برادرم آقای باقری عزیز، ما الان یک قاعده‌ای داریم در صرف و نحو و ادبیات عرب که معطوف و معطوف علیه، یعنی اینکه الان اینجا ببینید فغسلوا فعل به کار رفته، بشورید صورتهایتان را و دستهایتان را، دیگه نفهمید بشورید صورتهایتان را و بشورید دستهایتان را. این واوی که اینجا اومد اینا بهش میگن واو عطف. یعنی این چی؟ یعنی این اسم رو به این اسم عطف کرد، یعنی همون فعلی که برای این آمد همون فعل هم برای این استفاده میشه، برای اینکه اختصار داده بشه دیگه ذکر نکرد این فعل فغسلوا رو، نفهمید فغسلوا وجوهکم و فغسلوا ایدیکم. اما این واو عطف معطوف و معطوف علیه، وقتی دو تا چیز به هم عطف میشن در عربی، این قاعده کلی در عربی هست، وقتی این واو میتونه واو عطف باشه، یعنی چی؟ یعنی حکمی که برای قبلش بوده عین همون حکم بر بعدش بیاد که اعرابش هم عین هم باشه، یعنی در اعراب هم عیناً مثل هم باشه. چطور؟ الان این فغسلوا بشورید وجوهکم، این مفعوله، این کلمه وجوهکم مفعوله، یعنی فعل بر روی وجوه صورت میگیره، به همین خاطر در عربی هر مفعولی منصوبه، اینجا وجوهکم شده یعنی منصوب شده. و همچنین ایدیکم، ببینید هم وزن وجوهکم و ایدیکم، این هم منصوبه، این فتحه که اینجا هست همون علامت نشانه مفعول بودنه. الان اینجا معطوف و معطوف علیه، هر دوتا، این معطوفه این معطوف علیه، هر دوتا یک اعراب دارن که هر دوتا منصوبن، پس این دوتا میتونه به هم عطف بشه که بگیم فعل هر دوتای اینها شستنه، فغسلوا، به این معنا میشه که فغسلوا وجوهکم و فغسلوا ایدیکم، بشورید صورتتان را و بشورید دستهایتان را. اما چون دست یک معنای بزرگه، ما الان ببینید دست از اینجا شروع میشه، ما وقتی میگیم دست از اینجا دسته تا اینجا دسته دیگه، همه اینها دسته. الان مثلا این دست من از اینجا تا اینجا دست منه، همه اینها دسته. اما الله تعالی فرمود وقتی که فرمود دست رو بشورید، چیکار کرد؟ منحصرش کرد تا اینجا، فرمود الی المرافق. ببینید فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، وجوه که مشخصه دیگه، قرص صورت دیگه مشخص نکرد ابعادش، چون صورت مشخصه ابعادش، اما دست رو مشخص کرد تا مرفق، بیشتر نیاز نیست. اما خب اینم ترتیبش، وامسحوا
مسح کنید به رؤوسکم، به سرهایتان. الان این کلمه اللحاظ عربی نحوی، این رؤوس اینجا مجرور به حرف جر، به حرف جره. رؤوسکم مجرور شده به حرف جر، به همین خاطر این کسره گرفته، به رؤوسکم جر گرفته. و امسحوا مسح کنید به رؤوسکم، به سرهایتان، و ارجلکم، و پاهایتان. ببینید اگر این واو قرار بود واو عطف باشه، باید اعراب این ارجلکم عین به رؤوسکم می بود، بعد اینطوری می شد و امسحوا به رؤوسکم و به ارجلکم. متوجه شدید انشاءالله؟ و امسحوا به رؤوسکم و به ارجلکم، باید اینطور می بود، در حالی که این اعراب عطف نمیشه به این. نمیتونیم بگیم این واو عطفه، چون اگر این واو عطف بود باید معطوف و معطوف علیه اعرابشون یکی می بود. این معطوف منصوبه، این مجروره، این اعرابشون یکی نیست. این به جای دیگری عطف میشه. به چی عطف میشه؟ این عطف میشه به این ارجلکم، ایدیکم، وجوهکم که همشون منصوبن. این عطف به این میشه، به این کلمات میشه. چرا پشت سر اینها قرار نگرفت؟ پس اگه عطف میشد به اینها، چرا الله تعالی نفرمود فغسلوا وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم؟ این ارجلکم رو هم می آورد دیگه. به خاطر اینکه ترتیب اعضای وضو رو برای ما مشخص بکنه که پا، شستن پا بعد از مسح سره، به خاطر ترتیب اینجا قرار گرفته، اما عطف نمیشه به این، چون اعرابش اصلا بزنیم اصلا اللحاظ قواعد عربی اینجور در نمیاد. یعنی هر کسی که با قواعد عربی آشنا باشه میدونه که این و ارجلکم اینجا منصوبه، عطف میشه به ایدیکم و وجوهکم، نه که به رؤوسکم. پس فعلی که برای ارجلکم استفاده میشه همون فعلی که برای ایدیکم و وجوهکم استفاده میشه، یعنی فغسلوا وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم، و بشورید پاهایتان را. چرا اینجا اومد؟ به خاطر ترتیب اعضای وضو که الله تعالی به ما نشون بده که پا رو بعد از سر بعد بیارید. چرا الله تعالی پا رو آخر گذاشته؟ خودش بهتر میدونه، اون دیگه حکمت الله تعالی است. ولی اللحاظ قواعد عربی این به این عطف میشه، نه به این. اگه قرار بود به مسح عطف بشه میشد و امسحوا برؤوسکم و به ارجلکم. در ثانی ببینید وقتی که اعضای شستنی اومد، الله تعالی مقدار رو مشخص کرد، صورت که مشخص بود، دست رو هم مشخص کرد که تا مرفق. ارجلکم رو هم چون پا از کجا میشه؟ از نوک پا تا ران همش پاه، فرمود الی الکعبین، تا قوزک مشخص کرد شستن مکانش رو، مثل اینکه دست رو مشخص کرد. اگر قرار بود مسح بشه چرا مشخص کرد تا کعبین؟ مسح، یکی از حکایت‌های مسح چیه؟ مسح اصلا برای سهولته، مسح برای اینکه انسان سهولت داشته باشه. اگر قرار باشه مسح روی پا صورت میگرفت میگفت مسح کنید دیگه، همونجوری که برای سر گفت امسحوا برؤوسکم. الان اتفاقا به خاطر همین تعبیر یک بحث اختلافی فقهی بین فقها هست که بعضی از ائمه نظرشون اینه، اهل سنت حتی میگن خدا فرمود سرتون رو مسح کنید. اگر کسی اینقدر مسح کرد بس، چون مشخص نکرد چقدر مسح کنید، اما در سنت رسول صلی الله علیه و سلم کلش رو مسح کرد، سنت توضیح داد که چقدر. اما خود الله تعالی سخت نگرفت، فرمود که سرتون رو مسح کنید. و همین خاطر من گفتم زیاد حساسیت به خرج ندید در مسح سر. ولی در بحث پا مقدار مشخص کرد. مقدار اگر قرار باشه که مسح باشه، مسح برای آسانگیری نه برای سختگیری. وقتی که مسح رو مشخص کرد دیگه چرا میگفت تا قوزک پا؟ خب این دوباره کارو مشکل میکنه که. و دلایل فراوان دیگری علاوه حتی عقلی هم که ببینید شستن پا خیلی مقدمه بر شستن صورت. پاس که با تمام آلودگی ها، مخصوصا که الان ما کفش داریم، اون موقع یک دمپایی بوده، کفشی هم نبوده و در معرض آلودگی قرار میگیره پا و عرق میکنه. خودتون ببینید، بررسی بکنید. حقیقتا نمیگم شیعه و سنی، اسم نمیگیرم، مساجدی که پا شسته میشه در اون وقت شما وارد میشید به اون مسجد و مساجدی که پا شسته نمیشه. من خوندم دیگه، خودم بودم بارها رفتم برای نمازهام در مساجد سطح شهر تهران، در تمام میادین بزرگ شهر شما بگید رفتم. واقعا انسان وقتی که سرشو میذاره بینیش روی فرش دیگه خود انسان حالش بد میشه دیگه. اینو فکر نمی‌کنم با من مخالفت بکنید در این موضوع. این مسائلی هست که ولی شما برید مثلا در مساجدی که پا شسته میشه، پا رو شستن پا لحاظ طبی، لحاظ پزشکی، لحاظ عقلی، لحاظ نحوی، لحاظ علمی، حتی سنت رسول صلی الله علیه و سلم و حتی روایاتی که از امام جعفر صادق در کتبش روایت میشه اینه که فرمود و خللوا بین اصابعکم. در اصول کافی این رو از امام جعفر صادق روایت شده، خللوا بین اصابعکم، در پا خلال کنید بین پاهاتون، انگشتای پایتون. خب اگر قرار باشه مسح باشه، مسح چه ربطی به خلال بین انگشتان پا داره؟ خود ائمه بزرگوار به هر حال اهل سنت، ائمه بزرگوار اهل بیت، همه نظرشون همین بوده و میشستن پای خودشون رو
و در این معاصر دیگه بحث کردن احساس میکنم که نیاز به بحث نیست که ما مجادله بکنیم که چرا باید پا رو بشوریم و همه دلایل عقلی نقلی دلالت بر این داره که پا شسته بشه. و اینم که گفتم آیه که صراحتاً این آیه اشاره به این داره که پا باید شسته بشه و اگر شک دارید میتونید از هر عالم نحوی برید بپرسید این رو که این آیه چطور ترجمه میشه.